با سلام خدمت همه عزیزان. نرم افزار OBS همونطور که میدونید یک نرم افزاریه که برای رکورد کردن اسکرین کامپیوتر حین کارهای مختلف به کار میره و من و تمام دوستانی که کار تولید محتوا انجام میدن تمام کارهاشون رو توی کامپیوتر اکثر مواقع با همین OBS انجام میدن و یکی از بهترین سافتورها در این زمینه هست. همچنین در زمینه استریم کردن، یعنی کسی که میخواد گیم بازی کنه و گیمش رو توی شبکه همزمان توی اینترنت منتشر کنه، با استفاده از این OBS معمولا کار میکنن. یه مشکل بزرگی که من خودم توی این OBS داشتم این بود که زمانی که می اومدم توی OBS و اینجا توی ستینگ هات کی تعیین میکردم. هات کی عبارت از اینه که شما یه سری کلید تعیین میکنی برای اینکه ویدیوتون استارت بشه و ویدیوتون استاپ بشه یا پاوز بشه یا آن پاوز بشه، که این خیلی کاربردی هست چون مشکلاتی حین تولید محتوا به وجود میاد، حین ضبط ویدیو، و لازمه که شما دائم با این کلیدها کار بکنید. مشکلی که داشتم این بود که این کلیدها توی OBS من کار نمیکرد، یعنی علیرغم این که من تعیین میکردم که کلیدها عملکرد خودشون رو انجام بدن، این کار انجام نمیشد. خیلی دنبالش رفتم که ببینم به چه صورت هست و چرا اینجوریه. اولین چیزی که بهش برخورد کردم این بود که خیلی ها توصیه کرده بودند که برید تو قسمت آوتپوت و این قسمت رکوردینگتون رو توی حالت ادوانس قرار بدید، که من این کار رو میکردم ولی باز هم جواب نمیداد و یه سری تنظیمات دیگه داشت که چون جواب نداد دیگه اونجا به اون نمیپردازم، ولی این کار رو من کردم و جواب نگرفتم ازش. ولی به هر حال یه جایی پیدا کردم که یک شخصی اومده بود گفته بود که این کاری که میگم بکنید. به جای اینکه بیایید نرم افزار OBS رو همینطوری ران بکنید، بیایید و روش رایت کلیک بکنید و گزینه ران از ادمینستریتور رو بزنید، به جای اینکه بیایید همینطوری به صورت عادی رانش بکنید. و وقتی که این کار رو کردم دیدم که OBS من هاتکیش عمل میکنه و هیچ مشکلی نداره. حالا برای اینکه شما بیایید و این OBS رو کاری بکنید که همیشه در حالت ران از ادمینستریتور اجرا بشه، حتی اگه شما این گزینه رو موقع اجراش نزنید، یه کاری هستش که میتونید انجام بدید. میتونید بیاید روی OBS رایت کلیک کنید، شو مور آپشنز رو بزنید و پراپرتیز رو بزنید و اینجا برید تو قسمت کامپتیبیلیتی و این گزینه run this program and administrator رو فعال بکنید تا همیشه این نرم افزار به صورت ران از ادمینستریتوری براتون کار بکنه. امیدوارم که نهایت استفاده رو از این ویدیو ببرید. میدونم که اگر که این گزینه‌های پاز و استاپ رکوردینگ توی OBS به صورت فعال و پویا کار نکنه، زحمت شما برای کار ادیت ویدیوها چند برابر میشه. امیدوارم که بتونید از این ویدیو استفاده بکنید. تا آموزش بعدی همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.